احساسهای تو. من حسودم. وقتی حسودیم می شود مثل یک دیو وحشی می شوم. دیوی که از ناراحتی می لرزد و به خود می پیچد. مثل سگی می شوم که چشم دیدن گربه صاحب خانه را نداره. هر وقت که حسود می شوم با اخم توی اتاقم می نشینم. با هیچ کسی صحبت نمی کنم. یک نقاشی می کشم و بعد آن را خط خطی می کنم. خیلی چیزها باعث می شوند حسودی کنم. وقتی خواهر کوچولویم تاتی تاتی می کند و مامان و بابا به من توجه نمی کنند، من حسودیم می شود. وقتی می بینم پسر همسایه یک دوچرخه نو دارد، حسودیم می شود. اما دوچرخه خودم هم با اینکه نو نیست خیلی تند می رود. وقتی با برادرم بازی می کنم، همیشه او برنده می شود. من حسودی می کنم. بالاخره یک روز او را می برم. وقتی می بینم بهترین دوستم با کس دیگری بیرون می رود، حسودی می کنم. اما بعداً با او تماس می گیرم و از او عذرخواهی می کنم. چون می دونم که همه ما دوستان دیگری هم داریم. روز تولد خواهرم که یک عالم هدیه برای او می آورند، حسودیم می شود. اما 1 ماه و 25 روز دیگر همه برای من هدیه می آورند. خانم معلم کس دیگری را برای غذا دادن به ماهی ها انتخاب می کند. من حسودیم می شود. اما مرا هم برای معرفی کتاب های جدید کتابخانه انتخاب می کند. من اینجور کارها را خیلی بیشتر دوست دارم. برادرم با مامان بزرگ و بابا بزرگ می رود که چند روز در خانه آنها بماند. من حسودیم می شود. اما مامانم اجازه می دهد که یکی از دوستانم را به خانه بیاورم. می دانم که خیلی به ما خوش می گذرد. وقتی حسودیم می شود، اگر یادم بیاید که خودم چه چیزهای خوبی دارم، آرام می شوم. اگر هم با خوشحالی دوستانم خوشحال بشوم، حالم خوب می شود. به صحبت‌های پدر بزرگ گوش می کنم. او خوب می داند که من چه می گویم. بعد به چیزهای خوب روزهای بعد فکر می کنم. بعضی وقتها هم بچه‌های دیگر به خاطر کارهای من حسودی می کنند. مثلا وقتی که به اسباب بازی‌هایم پوز می دهم یا پوز می دهم که چقدر خوب شنا می کنم. دفعه بعد که حسودیت شد، فکر کن که بچه‌های دیگر هم شاید به تو حسودی کنند. با چیزهایی که داری خوش باش و حسودی رو توی سطل آشغال بنداز.